بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس امروزه رو مستقیما آغاز میکنیم به سؤال جواب، چون که متاسفانه علاقه وقت هم گذشتگی هست، 15 دقیقه رو از دست دادیم و من هم اونقدر قوت ندارم متاسفانه. از این سبب میخواهم که درس رو جلد درس دهم و بعدا تصحیح داریم. میخواهم که قوتم به تصحیح هم رسد انشاءالله، که از دست نرود. از این سبب انشاءالله درس را آغاز میکنیم و بالله التوفیق. و درس هشتم ما در مورد اقسام المد هست، یعنی که اقسام یا که قسم های مد، و این خیلی درس آسان هست. در مورد مدها دو قسم اساسی مد. پس اول آغاز میکنیم از متن. خب امام جمزوری در اینجا میگوید اقسام المد: والمد اصلی و فرعی له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. خیلی زیاد مصرع ها هست یا بیت ها هست، 6-7 قریب 7 خط نو هست، بیت های نو هست، اما پورا همین قسم از جهت معنا و مواد خیلی آسان هست. از این سبب تمام این رو باید در یک درس گذاریم و انشاءالله درس هشتم، نهم، دهم، 11، یعنی که تا آخری همین کتاب یا همین متن، تا آخری همین درس ها که باید 12 درس باشد، اکنون ما تنها در مورد مدها صحبت خواهیم کرد. از همین درس تا درس 11 در مورد مدها خواهد بود و درس 12 تنها خاتمه خواهد بود. از این سبب من برای شما وقتی که مواد امروزه را روان کردم، درس 9 تجوید ابتدایی را هم روان کردگی هستم. قریب 53 دقیقه هست. کسانی که میخواهند تمام مدها را در یک درس بخوانند و کمی آسانتر بخوانند، آنها میتوانند که به همین درس مراجعت کنند، یا اینکه اگر یکان قسمی مخصوصش اونقدر فهمو نباشد از این درس ها، میتوانید که از همون درس تجوید ابتدایی 9 میتوانید همون قسمت رو پیدا کنید و همون قسمت مخصوص رو یا همون مد مخصوص رو میتوانید از همون درس گوش کنید. به هر حال امام جمزوری ناظم چی میگوید؟ والمد اصلی و فرعی له. مد دو نوع هست، اصلی و فرعی. اولش رو سمی، یعنی که نام ده، نام گذار. اولش رو طبیعی نام ده و هو و آن چونین است، یعنی که میفهماند در بیت بعدی. یعنی مد به دو قسم تقسیم می شود، یعنی دو قسم اساسی مد. اول مد اصلی و مد فرعی هست. مد اصلی این چونین به نام مد طبیعی هم شناخته می شود. بیت بعدی ما لا توقف له على سبب، می فهماند که مد اصلی یا که طبیعی چیست. از این قسم آغاز می کند. می فهماند که مد اصلی یا که طبیعی که می گویم همان گونه مد رو گفته می شود که به یگان سبب وابسته نباشد. توقف یعنی متوقف یا اینکه وابسته نیست به یگان سبب، به سبب وابسته نیست. ولا بدونه الحروف تجتلب، و این قسمتش چی معنا دارد؟ و نه بدون آن حروف آورده می شوند، یعنی که حرف های مدی یعنی به همین مد اصلی وابسته هست. اگر مد اصلی باشد حرفهای مدی هم پیدا می شود، اگر حرفهای مدی پیدا نشود مد اصلی هم نخواهد بود، یعنی که آنها با هم دیگر وابسته هستند. و هر دوی همین قسمت را من میفهمانم در اینجا
هر گونه مدی که به یگان سبب وابسته نباشد، یعنی مد اصلی نیاز به سبب از سببهای مد مثل همزه یا سکون ندارد. یعنی که وابسته به وجود بودن یا موجود بودن همزه یا اینکه سکون بعد از حرف مد ندارد، بلکه وقتی که همزه یا سکون نباشد در آن وقت هم مد اصلی به وجود می آید. و دویم قسمتش ولا بدونه الحروف و تجتلب چی معنا دارد؟ در اینجا مقصد این است که مد اصلی یعنی که مد طبیعی اساس وجود حرف مد می باشد، یعنی موجودیت خود حرف مد تنها به مد اصلی تأمین می شود و با از بین رفتن آن خود حرف مد نیز از بین می رود. از این سبب بعضی ها آن را مد ذاتی هم نیز می نامند. خب یعنی که چطوری که در اول گفته بودم حرف های مد با مد اصلی وابسته هستند. اینش پیدا شود، اینش پیدا می شود و اینش از بین رود، اینش از بین می رود. خودی موجود بودن حرف مدی یعنی که موجود بودن مد اصلی. و در اینجا چطوری که در درس های تجوید ابتدایی هم همین خریطه رو پیش کرده بودم، این خیلی یک تصویری آسان هست برای فهمیدنی حرفهای مدی که حرفهای مدی الفبایی می باشند که ما قبلشان حرکتی مناسب باشد یا حرکتی موافق باشد و اینها جمع می شوند در این کلمه قرآنی نوحیها که این بعداً هم امام لنزوری می فهماند. خب اکنون در صحیفه بعدی نظر کنید، میگوید که بل ای حرف غیر همز او سکون جا بعد مد فالطبیعی یکون. هر حرفی که پس از مد یعنی که حرف مدی می آید اگر همزه یا اینکه سکون نباشد اون را طبیعی حساب می شود. یعنی که دوباره همین گپ خود را بیشتر توضیح می دهد که مد طبیعی همان مدی هست که پس از حرف مدی همزه یا اینکه سکون نآید. این بیت اشاره می کند که هر حرفی که پس از حرف مد می آید اگر آن همزه یا اینکه سکون نباشد، یعنی که خودی حرفی همزه نباشد یا اینکه حرفی نباشد که بابایش سکون باشد و اینچنین البته شده هم با سکون داخل می شود، چون که شده با ما اشاره می کند که در اینجا دو حرف است که یکمش ساکنه هست. پس این را هم به نظر بگیرید. پس اگر این دو علامت نباشد یا این سه علامت ها نباشد مدی طبیعی شماریده می شود یا اینکه حسابیده می شود مدی اصلی. در اینجا ببینید الف ما قبلها فتح و ما قبلها ضم و یا ما قبلها کسر. اگر پس از اینها همزه یا اینکه سکون یا اینکه شده نباشد اینها کلمه‌ای که دارای همین حرف هست کلمه‌ای شماریده می شود که دارای حرفی مدی هست یا اینکه مدی اصلی هست. مدی اصلی یا اینکه مدی طبیعی چنین تعریف می شود آن مدی است که خودی حرف بدون آن وجود نمی کند و وابسته به سبب‌های مد مثل همزه یا سکون نیست. دو قسمت دارد. وقتی که مد اصلی و مد طبیعی تعریف کرده می شوند همه وقت دو پهلو ذکر کرده می شود. یکمش این است که آیا این حرف ها بدون آنها وجود می داشته باشند یا اینکه نه، که در مد اصلی خود حرف های مدی به مد اصلی وجود داشته نمی تواند و اینچنین مد اصلی به حرف های مدی وجود داشته نمی تواند. و دویم پهلوش این است که آیا وابسته به سبب های مد هست یا اینکه نه. در مد اصلی وابسته به سبب مد نیست، یعنی که سبب مد چیست؟ همزه، موجود بودن همزه یا اینکه سکون پس از حرف مدی. پس مد اصلی وابسته به سبب مد نیست، یعنی که همزه یا اینکه سکون نیست. و مقدار مد اصلی دو حرکت هست. این خیلی مهم هست که شما به نظر بگیرید. تنها مد اصلی هست، مقدارش دو حرکت هست و هیچ وقت تغییر نمی کند. البته در مد فرعی هم بعضی مدها هست یا بعضی نوعها هست که انسان می تواند که تنها به دو حرکت دراز کند، اما اختیاری هست، لازمی نیست و از آن هم دراز کرده می تواند، حالان که مد اصلی هیچ وقت از دو حرکت باید دراز کرده نشود. مراد از دو حرکت چیست؟ در اینجا دو قول یا اینکه دو فهمیش پیش کرده می شود. یکمش این است که زمانی برای تلفظ دو حرف متحرک لازم است. یکم طریق فهمیشش این است که دو حرکت یعنی که آن زمانی که در بر میگیرد برای تلفظ کردن دو حرف متحرک، همون وقتی که لازم است برای تلفظ کردن دو حرف متحرک. اگر باید داشته باشید
شیخ ایمن سوید به فکرم در کتابش به مانند قا قا یا اینکه تا تا میفهماند. اگر دو حرف پای هم بیایند که متحرک باشد، مثلا تا مفتوح تا مفتوح یا اینکه قاف مفتوح قاف مفتوح، هر دوی آنها را زمانی که ما میدیم یا زمانی که در بر میگیرد برای تلفظ کردن هر دوی این حرفا همان رو دو حرکت گفته می شود. و برخی گفتم که حرکت آن چیزی است که برابر به زمانی قپیدن، یعنی که قبض کردن، پوشیدن یا اینکه گشودنی انگشت در حالی معتدل، نه زود و نه آهسته می باشد. اگر کسی انگشت خود را باز کند یا محکم کند با یک سرعت معتدل، نه خیلی زیاد تیز نه خیلی زیاد آهسته، و شکل یا به سرعت معتدل اگر گشاید یا گشاند، قبض کند یا اینکه دراز کند، همین رو گفته می شود یک حرکت. و دو انگشت رو گشودن همین رو گفته می شود دو حرکت. خب و دیگر نقطه این است که این مد را اصلی می نامند زیرا آن اساسی همه مدها می باشد. و برای چی طبیعی گفته می شود؟ طبیعی نامیده می شود زیرا کسی که طبیعتی سالم دارد نه از آن کم می کند و نه زیاد، یعنی عادت کردگی باشد و درست تلفظ کردنی احکام تجویدی. کسی که از این جهت طبیعت سالم داشته باشد عموما قرائتش اگر معتدل باشد و سالم باشد و درست باشد طبیعتا نه دراز می کند و نه کم، چون که این وابسته به همون شکلی یا اینکه به حرکت طبیعی زبان می باشد که زبان اگر این گونه یک شکلی حرف بیاید همین گونه باید دراز کند، به همین عادت دارد زبان همین گونه عموما تا همین درجه دراز می کند یا تا همین درجه توقف می کند، یا اینکه در اینجا آهسته می کند در اینجا دراز می کند. به هر حال مثال ها برای مد طبیعی چیست؟ بعضی کلمه ها رو در اینجا پیش کردم، نظر کنید. خب در اینجا داریم مالکی. در اینجا نظر کنید کدام حرف هست که پس از همون حرف الف واو یا اینکه یا می آید و ما قبلش حرکتی موافق دارد. در اینجا ما میبینیم که الف هست در اینجا پس از میم، و آیا پیش از الف فتحه می آید؟ بله می آید. در اینجا میبینیم که پیش از آن چیست؟ فتحه هست. پس این یک مثال هست، همین قسمتش مثالی مدی اصلی هست که باید این را به مقدار دو حرکت دراز کرده شود. این را مالکی گفتن نادرست هست، مالکی گفتن نادرست هست، بلکه باید تنها با دو حرکت دراز کرده شود. مالکی مالکی. در اینجا هم الرحمن. این مثال رو برای این آوردم که در اینجا اصلا چی هست؟ الف مقصوره هست. پس الف مقصوره هم در این حکم داخل می شود. این رو فراموش نکنید. تنها در وقتی که در کامپیوتر اینها رو من آماده میکنم، متاسفانه در همین جای نوشتش کلیواتور و فکرم میگوید الف مقصوره رو نوشتن یعنی نیست در کامپیوتر، در تلفن ها موجود است، از این سبب ننوشتم. اما در اینجا اگر در مصحف نظر کنید چی هست؟ الف مقصوره می آید، یعنی که در اینجا الف هست که ما قبلش فتح هست، فتح که بالای فتح هست که بالای میم هست. پس در اینجا هم یک مثال برای مدی اصلی هست. الرحمن الرحمن. نه زیاد دراز میکنم و نه از این کمتر میخونم. رحمن نمیگویم. الرحمن نادرست میشود، کم میشود از مقداری لازمه. یقولو یا اگر وقف کنیم، خب اگر وقف کنیم حکمش دیگر میشود. یقولو. در اینجا واو داریم ما قبلش ضمه. این هم مثال هست برای مدی اصلی. یقولو. در اینجا هم قلوبهم. در اینجا من نگفتم قلو بو هم، همش رو دراز نکردم، تنها یک قسمت رو دراز کردم که اینجا می باشد، یعنی که ضمه ای که بالای لام هست برای این واو که حرف مدی می باشد برای این دراز کردم. برای همین این گونه گفتم قلوبهم. دیدید؟ یعنی که تنها در یک قسمتش دراز شد که این قسمتی دوم می باشد لو. قلوبهم. در اینجا مثال برای یا هست، یا که مقابلش کسره هست. پس در اینجا چی شد؟ قیله. قیله نگفتم،
قیل نگفتم از سببی که در روزی بد می شود. تنها قیل این شد مدی اصلی. یعنی که خلاصه این صحیفه چی شد؟ مدی اصلی اون مدی رو گفته می شود که با وجود حرفهای مد این مد هم با وجود می آید و وابسته به سببهای مدی نیست. یعنی که وابسته به موجود بودن همزه یا اینکه ساکن یا سکون پس از حرف مدی نیست. در تمام این مثال ها اگر توجه کنید پس از حرف مدی یعنی که پس از الف واو یا مقلدشون حرکت های مناسب شما همزه یا اینکه ساکن رو نمیبینید بلکه خودی حرف مدی سکون دارد اما حرف بعدیش متحرک می باشد. میگذاریم. اگر نظر کنید در اینجا المد طبیعی به دو قسم تقسیم می شود. من این رو کمی اضافه کردم برای فایده شما چون درس خیلی آسان هست موادهای زیاد ندارد. این رو انشالله هم شما از خود کرده می توانید. مد طبیعی یمد بمقدار حرکتین. این رو علاقه گفتم که به دو حرکت تقسیم بخشش به مقدار دو حرکت درست کرده می شود. اکنون ما می توانیم که المد طبیعی رو به دو قسم تقسیم کنیم. المد الطبيعي الكلمي المد الطبيعي الحرفي. یعنی که مد طبیعی که در کلمه ها با وجود می آید و مد طبیعی که در حرف ها با وجود می آید. اکنون در این صحیفه ما نظر میکنیم به این قسمتی یکم المد الطبیعی الکلیمی یعنی که مد طبیعی که در کلمه ها با وجود می آید و تا حال همون چیزهایی که شما آموختید و این چیزهایی که ما در این صحیفه ها گذاشتیم تمامش دایر به همین الکلیمی بود. قسم الکلیمی یعنی که مد طبیعی که در کلمه ها با وجود می آید. در اینجا نظر کنید تمامی حرف هایی که با سرخ رنگ دارند تمامی آنها حرف های مدی هستند و باید با مقدار دو حرکت درست کرده شوند و آنها در کلمه های قرآنی وجود دارند. نه اینکه مقابل به چی؟ مقابل به حرف ها در حرف های مقطعات وجود ندارند بلکه در کلمه های قرآنی. در اینجا نظر کنید ناس و رأیت الناس. ناس نگفتم ناس نگفتم در روزی بد نکردم. يدخلون واو ساکنه ما قبلها ضمه این است حرفی مدی. يدخلون اگر این رو من به مد قرائت کنم چگونه می شود؟ يدخلون می شود. این درست هست. پس در این قسمت باید درست کنم به مقدار دو حرکت. يدخلون فیدی نگفتم فیدی در اینجا هم مد اصلی در اینجا هم مد اصلی. لاهی فی دین الله لاهی و در اینجا جا. این یک مد دیگر هست که بعداً با شما میفهمانم اما حالا تنها در همینجا توجه کنید که این هم مد اصلی حسابیده می شود یا مد طبیعی حسابیده می شود. این رو یک مد عوض گفته می شود که بعداً میفهمانم. خب این شد مد طبیعی الکلیمی و بعداً مد طبیعی الحرفی می باشد یعنی که عین چیز هست تنها در حرفهای مقطعات هست در حرفهای قرآنی هست که در اول های سوره ها به پیش می آید یعنی که پیش می آید که این رو در صحیفه بعدی نظر میکنیم. پیش از آن که به این قسمت دوم داخل شویم این رو نظر میکنیم که در اینجا من چی اشاره میخواهم کنم. این رو چگونه یعنی یک مد گفته میشد چی نام داده میشد برای این مد. این رو گفته میشد مد العوض. مد العوض کلمه انتهت بتنوین الفتح. کلمه‌ای که با تنوین فتح به انتها رسد یعنی که با فتحتان به انتها رسد در آخر آیت ها این هم داخل می شود در تحت مد طبیعی الکلیمی. برای چی؟ و برای چی این رو یک قسمت جدا داده می شد؟ برای اون که اصلا در اینجا حرف مدی نیست اما از سبب توقف کردن یا از سبب وقف کردن که میگویم ایست کردن از این سبب در اینجا در شکل نطق در شکل تلفظ چی به وجود می آید؟ حرفی مدی به وجود می آید. چطوری که شما باید بدانید وقتی که فتحتان در آخر آیت ها بیاید یا اینکه اگر شما پس از فتحتان حرفی که
تنوین دارد با فتحتن. اگر شما پس از همان کلمه خواهید که وقف کنید باید که تنها یک حرکتی گویم که همون فتحه رو یا یک حرکت همون تنوین رو باید بخونید با الیف مدی. در اینجا چی می شود؟ الیف مدی مقابلش فتحه می شود، یعنی که همون شکل مدی به وجود می آید، ساخته می شود و از این سبب ما باید در اینجا هم مدی اصلی کنیم، مدی طبیعی، یعنی حکم مدی طبیعی رو باید رعایت کنیم. در اینجا اصلا چیست کلمه؟ والعادیات ضبحا، اما از سبب وقف چی می شود؟ ضبحا، یعنی که در اینجا الف ساکنه ما قبلها فتح می شود و این شکل می شود و از این سبب در اینجا هم مد بمقدار حرکتین، یعنی که به مقدار 2 حرکت باید مد کرده شود، باید کشیده شود. این رو گفته می شود مد العوض. و در این مثال قبلی هم افواجا، در اینجا هم مثالی، این هم مثالی مد العوض هست. اکنون می گذاریم به المد الطبیعی الحرفی. خب المد الطبیعی الحرفی در اولهای سوره های قرآنی می آید. فواتح سور القرآنیه، در اولها، یعنی که در فتح، یعنی که در شروع های سوره ها می آید. اکران رو می بینید. خب و با این امام جمزوری اشاره می کند، اما خیلی بعداً اشاره می کند و فکرم که شاید این اشاره در درسی شاید 9 یا 10 بیاید، یا 10 یا 11 شاید بیاید. از این سبب من نمیخواهم که در آن وقت به شما اشاره کنم، در آن وقت یک اشاره میکنم، اما میخواهم که شما در همین جا این را از خود کنید، چون که ترتیبش خوب میشود. یعنی حالا که شما مدی طبیعی را میآموزید و از کلمه گذشتیم، اکنون به حرفی میگذاریم، همین جایش مناسب تر هست. گرچند که امام جمزوری بعداً به این یک اشاره میکند، اما میدانید از سبب هر گونه سبب های دشواری نظمی و شعری بعضی چیزها را پس از جای مناسبش می آرد. از این سبب حرف هایی که در اول های سوره ها پیش می آید که اینها رو ما الحروف المقطعات می نامیم، این حرف ها 5 حرف می باشند که در این حرف ها در تلفظ کردن یا قرائت کردن این حرف ها باید که حکم مدی طبیعی باید رعایت کرده شود و این 5 حرف ها رو جمع کرده یک رمز می سازند که این رمز را حی طهور گفته می شود. بعضی کتاب ها کمی دیگر تلفظ میکنن، اما حی طهور یک نمودش هست. حی طهور یعنی که معنای این آنقدر مهم نیست، مهمش همین است که ها، یا، تا، ها، حی خورد یعنی که حی نازک و را. این 5 حرف رو وقتی که در اولهای سوره ها میبینید که در مابین حروف مقطعات پیش میآیم، اینها رو هم وقتی که شما میخوانید، وقتی که نامش رو میگوید، نام همین حرف رو که میگوید، باید که هنگام تلفظ کردن همین حرف باید که به 2 حرکت اینو رو دراز کنید. یمد بمقدار حرکتین. پس این ح رو وقتی که در این گونه، یعنی در اولهای سوره ها که میبینید، باید این ح رو چی گوید؟ ح، و مانندی این شکلی که ح هست و بعدش ح است و بعدش چی میآید؟ الف ساکنه و مقابلش فتحه هست. از این سبب باید حکمی المد الطبیعی رعایت کرده شود و به 2 حرکت دراز کرده شود. ح، یا، تا، ها، را. پس در این مثال اگر نظر کنید، این مثال خوب هست این مابینیش، از سببی که هر دوش حرف هست، حرف هایی که در همین حی طهور یعنی ما میبینیم و دیگر نمودی مدها در مابین در اولش یا در آخرش نیست که شما سرگم زنید. اول این رو پیش میکنم و بعدا این رو و این رو نظر میکنیم. این رو میبینیم، یعنی در اولی سوره طه همین حرف ها می آید، همین حرف های مقطعه. پس اینو چگونه باید قرائت کنیم؟ طه، طه. به هر 2 حرف ها حکمی مد طبیعی رو رعایت میکنیم و تطبیق میکنیم. در این مثال اگر نظر کنید، حمیم 8 سوره قرآنی با همین حرف ها آغاز میکند، حوامیم گفته میشود، سوره های حوامیم و مانند غافر و غیره و فصلت. حمیم، البته میم از جمع این 5 حرف ها نیست، پس این میم که هست برای همین است که بالایش این اشاره هست که به ما اشاره میکند که در اینجا
یا مدی اصلی نمیشود رعایت کرده نمیشود، بلکه مدی فرعی باید در اینجا تطبیق کرده شود. این رو باید درازتر کرده، این رو باید زیادتر کشیده شود و درازتر کرده تلاوت یا قرائت کرده شود. اما این ح که هست یکی از این 5 حرف ها هست، پس این رو باید ما بگویم و با مقدار 2 حرکت بکشیم یا دراز کنیم. و بعدا این هست این رو دراز میکنیم. اما حکم این حرف هایی که سبز هستن اینها بعدا می آید. حکم الف هم دیگر هست. الف حرفی می باشد که دراز کردن نمی شود، یعنی که هر وقت که شما در حرف های مقاطعات الف رو می بینید، چون که حکم الف آسان‌تر هست، اما در درس 11 الف هم من پیش میکنم حکمش رو مختصرا. حالا میگویم برای فایدتان که الف که هست دراز کردن نمیشه، تنها الف گفته می شود. اما این حرف هایی که سرخ هستند آنها حرف های حی و طهور هست که باید آنها رو دراز کرده شد به مقدار مد طبیعی، به مقدار 2 حرکت. و این نمودی مد رو چی گفته می شود؟ المد الطبیعی یا مد اصلی حرفی. خب اکنون ادامه میدهیم. والآخر الفرعی موقوف علی، میگوید که نوع دوم یا نوع دیگر مد فرعی هست که موقوف هست، یعنی که وابسته هست بر سبب و مانند همز، یعنی که به مانند همزه یا اینکه سکون مسجله. خب اکنون کلمه مسجله که هست یعنی که مطلقه. خب یعنی که معنایش به زبان عربی یک کلمه مرادفی آسان‌تر مطلقه می باشد، یعنی که عموما به شکل عمومی اگر تسجیل شده هست، یعنی که ثبت شده هست به شکل عمومی، در آن وقت سکون به نظر گرفته می شود. کلمه مسجله یعنی مطلقه، یعنی که ثبت شده باشد و معنای عمومی استفاده می شود. خواه سکونی اصلی باشد، یعنی سکونی باشد که اصلا در بالای همون حرف موجود است مثل مد لازم، یا اینکه خواه سکونی عارضی باشد از سببی مثلا وقف کردن پیش آید و مانندی مد عارض للسکون و مد لین که در آینده توضیح داده می شوند. یعنی که همین مسجله معنایش همین است که سکون میتواند که هر گونه سکونی که باشد، سکونی مطلقه یعنی که سکونی عموما سکون باشد، در اینجا ما به نظر میگیریم خواه سکونی اصلی باشد یا ذاتی باشد یا سکونی موقتی باشد یا عارضی باشد. مد فرعی چنین تعریف می شود. مد فرعی مد است که خود حرف بدون آن وجود دارد، اما برای مد از سبب‌های مد مثل همزه یا سکون لازم است، یعنی که باید بعد از حرف مدی همزه یا اینکه سکون یا اینکه البته شده موجود باشد. این مد را فرعی مینامند زیرا آن از مد اصلی فرع میگیرد، یعنی که بعدا میآید قسمی زیر قسم می شود. احکام آن وابسته به واجب، جایز یا لازم بودنش در آینده توضیح داده می شود. یعنی در این درس پیش کرده نمی شود، در درس بعدی امام جمزوری در قسم بعدی در احکام المد پیش میکند. اکنون 2 قسم اساسی مد فرعی و اصلا من این شکل رو برای شما پیش کردن میخواهم. مد فرعی یعنی از جهت شکلش یا صورتش همان مد رو گفته می شود که پس از حرف مدی یکی از سببهایش پیش آید، سکون آید یا اینکه همزه آید. اگر همزه آید ما تحتش 2 قسم اساسی یعنی المد المتصل و المد المنفصل چی می شود؟ پیش می آید. اگر پس از حرف مدی همین حرفی همزه آید، 2 قسمی این به 2 قسمی مد فرعی تقسیم می شود که مد متصل و منفصل گفته می شود. و اگر سکون آید یا شد آید، دیگر اقسام هم پیش می شود به مانند مد عارض للسکون، لین عارض للسکون و مد لازم و غیره که تمام اینها در قسمت بعدی امام جمزوری پیش میکند. اما شکلش رو بشناسید و آشنا شوید. همین است گپ مهم در اینجا. میگذاریم. میگوید که حروفه 3 یعنی بعد از این قدر بیت ها یعنی بالاخره میگوید که حرف های مد کدام ها هستند. میگوید حروفه 3 فعیها، حرف های مد 3 یعنی آنها رو بدون فعیها یعنی از خود کن. من لفظ واین وهی فی نوحیها، میگوید از کلمه واین یعنی که همین الف واویه رو یک جای کرده یک رمز
آموده کرده است. اصلا کسی خواهد واین میتواند بگوید، واین حرفای مد هست. کسی خواهد الف واویه میگوید که تمام این مثال ها در همین کلمه قرآنی نوحی یعنی پیدا می شود. یعنی حرفای مد سه تا هستند، آنها رو بشناس و حفظ کن. این سه حرف در کلمه و یافت می شوند که عبارتند از واو پیش از آن ضمه، الف پیش از آن فتحه و یا پیش از آن کسره. و در کلمه نوحی نیز این سه حرف جمع آورده شدند، در همین کلمه پیش می شوند. و از جمله دیگر مثال هایی که این حرف ها رو دارند این سه مثال می باشد. پس الف ما قبلها فتح و ما قبلها ضمه و یا ما قبلها کسره. در اینجا ببینید اوذینا، در اینجا واو ساکنه داریم مقابلش ضمه، در اینجا یا ساکنه داریم مقابلش کسره و الف ساکنه البته مقابلش فتحه. پس در اینجا هر یک این قسمت رو به مقدار 2 حرکت دراز میکنیم. یعنی که تا حال همین بحث در مورد چیست؟ در مورد ماده طبیعی یا ماده اصلی. اوذینا اینگونه باید درست کرده شد. این رو اوذینا نمیگویم، اوذینا نادرست شد، یعنی فعل ماضی شد. اوذینا فعل ماضی مجهول و معنا هم تغییر کرد و مد هم از بین رفت. هر سه مد از بین رفت، هر سه مد اصلی. و این اوتینا، این رو اوتینا نمیگویم و از حدی 2 حرکت هم درستر نمیکنیم. و اکنون در بیت بعدی میگوید والکسر قبل الیا و قبل الواو ضم، یعنی که شرط میگوید شرط آن است، یعنی شرط آن این است که پیش از یا کسره و پیش از واو ضم باید باشد و فتح قبل الف، یعنی که و فتح پیش از الف یلتزم لازم است، شرط است. ببینید که از سبب ضرورت بیتی حتی الف رو الف گفته است. شاید شما بدونید که الف اصلا معنایش در زبان عربی چیست؟ هزار. الفون یعنی هزار، 100 هزار، 2000 که میگویم یعنی یک رقم هست. اما این را از سبب چیزی که گفتم همون قافیه های شعری اینگونه میگوید. به هر حال در اینجا ناظم شرط های حرف های الف و یا را توضیح میدهد. من البته برای شما البته چندین بار هم با شکل تصویر و هم با شکل نوشت برای شما فهماندگی هستم که تنها الف و یا حرف های مدی حساب نمیشوند، بلکه ما قبل آنها باید همون حرکت موافق به آنها باید پیش آید. پس در اینجا همونها رو نوشتم و در اینجا برای هر یک تایش مثال دادم. برای یا مثلا نظر کنید یای ساکنه هست، در هر دو مثال چی هست؟ یای ساکنه مقابلش کسره هست. در اینجا قیل الذی، در اینجا مثالی واو هست، واو ساکنه مقابلش ضمه. یقولو المؤمنون. در اینجا ببینید که این حرف که هست پس از میم که می آید این حرفی واو ساکنه ما قبلها ضمه نیست، بلکه این اصلا حرفی همزه هست. تنها جایگاهی همین همزه واو هست، یعنی که بالای واو نوشته می شود. از دیگر سبب هایی که گراماتیکی هست برای شما یکم وقت دیگر می فهمونم در گراماتیک. اما این اصلا چی هست؟ میم همزه میم نون واو، در اینجا واو هست، اصلا حرف مدی در اینجا پیش می آید. از این سبب است که در اینجا ما مومنون نمیگوییم. بله، وقتی که ما قاعده های نحوی رو که میخونیم در اینجا تسهیل کردن جایز هست طبق لهجه قریش. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که گپ میزد و با لهجه قریش اینگونه همزه ندارد، همزه ساکنه ندارد. اینگونه مو او که میگوییم، خیش ما فهمیدید نظر من چیست؟ همینگونه صدا نیست، یعنی که با تسهیل تمامی کلمه ها با تسهیل گفته میشه و پیامبر صلی الله علیه و وقتی که سخن میگفت تمامی طرز یعنی قرائت و فصحا همین به مانندی که شما میدانید همون گونه هست، تنها تسهیل میکرد، یعنی که همزه هیچ وقت همزه ساکنه رو تلفظ نمیکرد. مثلا کلمه مؤمنون را اصلا اونها مومنون میگفتن، کلمه رأسون سر مثلا راسون میگفتن، مثلا کلمه ایمان رو ایمان میگفتن، ایمان نمیگفتن که اصلش همین گونه هست.
و مثلا بؤسون نمیگفتن، بوسون میگفتن. این رو تسهیل گفته می شود که این یک حکم جدا هست، گراماتیکی هست. اما مقصدمون در اینجا چیست؟ حرف مدی که این واو هست در اینجا و اینش همزه هست. در حال این دو مثال آخران برای حرفی الف مدی هست. قال یخاف. خب این رو قال و یخاف گفته نمی شود، باید درست کرده شود. در صحیفه بعدی میگوید، یعنی در قسمت آخران این بخش لین رو پیش می کند که کمی جالب است، چون که در اینجا یعنی نو به مدی فرعی داخل شد و دوباره ما رو کشید به حرفهای مدی، یعنی خودی حرفهای مدی رو فهموند و در آخر تنها یک بخشی مدی فرعی رو پیش می کند. البته دیگر بخش ها رو هم در قسمت بعدی می آورد، اما در این بخش تنها لین رو می فهماند. میگوید که واللین منها الیا و واو سکینه، میگوید حرفهای لین یا و واو می باشد که سکینه یعنی هر دویشون سکون داشته باشند. این انفتاح قبل کل اعلنه، اگر انفتاح یعنی که اگر فتحه آسان کرده بگویم اگر فتحه پیش از آنها باشد، پیش از آنها اعلان شده باشد. بازم این از ضرورت شعری این گونه گپ میزند، کمی عجیب هست، اما اصلش یعنی اصل مقصدش همین است که اگر پیش از آنها حرفی مفتوحه بیاید یا اینکه فتحه باشد، یعنی حروف لین از 3 حروف مدی ذکر شده می باشند و آنها در واو و یای ساکنه یافت میشوند و شرطی که پیش از آنها فتحه باشد. در اینجا فتح نوشتن، فتحه باشد. پس نظر کنید در اینجا بیت، خب قریش، در اینجا چی میبینیم؟ یا ساکنه میبینیم مقابلش فتحه، یا ساکنه مقابلش فتحه. در اینجا واو ساکنه مقابلش فتحه، واو ساکنه مقابلش فتحه. تمام این کلمه ها وقتی که ما وقف میکنیم باید که به آنها حکم مد فرعی را چی کنیم؟ رعایت کنیم، جاری کنیم که از 2 تا 4 تا 6 حرکت درست کردن، یعنی درست کردن رو اختیار داریم که به 2 یا 4 یا 6 حرکت درست کنیم. خب و در اینجا هم واو داریم که مقابلش فتحه است، یعنی که یا و واوی ساکنه که مقابلش فتحه باشد اگر پیش آید و بعد از همان کلمه ما خواهیم که وقف کنیم باید که حکم مد فرعی رو رعایت کنیم و تطبیق کنیم. در اینجا نظر کنید، در اینجا باز هم شکلش رو برای شما پیش کردم و این یک مثال رو پیش کردم. مثلا کلمه خوف که هست در آیت وقتی که نظر میکنیم در این آیت پیش می آید و آمنهم من خوف. پس در اینجا اصلا قرائت کننده اجازه دارد که به مقدار 2 حرکت، 4 حرکت یا 6 حرکت درست کند. 2 حرکت این گونه می باشد و آمنهم من خوف، 4 حرکت و آمنهم من خوف، 6 حرکت و آمنهم من خوف دراز میکند. عموما مدلین را مردم 2 تا 4 حرکت میدهند، اونقدر دراز نمیکنند. اما اگر کسی 4 یا 6 حرکت رو اختیار کند باید که در تمام یعنی باقی مانده قرائتش همان سرعت رو یا همان حرکت ها رو برای مدش اختیار کند. یعنی نمیتواند در یک جای برای 2 حرکت دراز کند و در یک قسمتی سوره برای 6 حرکت، یعنی همان اختیار کردهش رو همان مقدار رو باید در تمام سوره یا در تمام قرائتش در دیگر مکانهای همون مد لین عرض للسکون رو باید رعایت کند. یک باید باشد در تمام آیت ها. خب پس این رو مد لین گفته میشد یا مخصوص تری و واضح تر کرده گفتم مد لینی عرض للسکون، وقتی که از سبب یک بیرونی از سبب توقف کردن حرفی پس از آن چی میشود؟ ساکن میشود و پیش از آن حرف لین باشد. این هم مدی یعنی مد حساب میشود، اما مدی فرعی. پس انشاءالله درس ما در همین جا به انتها میرسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.